چطور یک مرد با مشکلات گفتاری، فقر شدید و حتی بیخانمانی به یکی از بزرگترین ستاره‌های هالیوود تبدیل شد. این داستان زندگی سیلوستر استالونه هست، مردی که با عزم راسخ هالیوود را فتح کرد. سیلوستر گاردنزیو استالونه در 6 جولای 1946 در نیویورک به دنیا اومد. اون از همون ابتدا زندگی براش آسون نبود. در هنگام تولد به دلیل یک اشتباه پزشکی اعصاب سمت چپ صورتش آسیب دید و باعث شد که لب پایینش کمی افتاده باشه و لهجه خاصی داشته باشه. به همین دلیل خیلی ها به اون میگفتن که هیچ وقت بازیگر موفقی نخواهد شد. اما استالونه از همون کودکی عاشق سینما بود و آرزو داشت که روزی قهرمان فیلم‌های اکشن بشه. قبل از اینکه مشهور بشه در فقر شدیدی زندگی میکرد. اون مجبور شد سگ مورد علاقهش بادکیس رو فقط $50 بفروشه تا بتونه غذا بخره. مدتی حتی تو ایستگاه اتوبوس میخوابید چون خونه‌ای نداشت. اما اون تسلیم نشد. در این دوران فیلمنامه‌ای نوشت که مسیر زندگیش را برای همیشه تغییر داد و اون راکی بود. استالونه این فیلم را در عرض چند روز نوشت و وقت اون را به استودیوها پیشنهاد داد. همه علاقه‌مند شدند، اما فقط به شرط که کسی دیگه نقش اصلی رو بازی کنه. ولی استالونه قبول نکرد. اون میخواست خودش نقش رو بازی کنه، حتی اگر مجبور باشه پیشنهادهای $1,000,000 رو رد کنه. در نهایت اون موفق شد با بودجه کمی فیلم را بسازه و راکی به یک شاهکار سینمایی تبدیل شد. فیلم نه تنها برنده اسکار شد بلکه الهام بخش میلیون‌ها نفر در دنیا شد. بعد از راکی استالونه دوباره هالیوود را شوکه کرد. این بار با نقش جان رمبو، یک سرباز بازگشته از جنگ که با بی‌عدالتی مبارزه میکنه. فیلم اول رمبو در ابتدا چندان موفق نبود، اما نسخه های بعدی اون به شاهکارهای سینمای اکشن تبدیل شدند. رمبو نه تنها یک شخصیت سینمایی بود بلکه به نمادی از قدرت و مبارزه تبدیل شد. زندگی شخصی اون هم پر از فراز و نشیب بود. ازدواج‌های مختلف، از دست دادن پسر سید استالونه در سال 2012 و جنگیدن با مشکلات شخصی هم نشون میده که استالونه نه فقط در فیلم‌ها بلکه در زندگی واقعی هم یک مبارز هست و نماد از پشتکار، قدرت و موفقیت است. داستان زندگی سیلوستر استالونه فقط درباره سینما نیست، درباره جنگیدن برای رویاهاست. اون یک بار گفته بود هیچ چیز آسان نیست، اما اگر به اندازه کافی برایش بجنگی غیر ممکن وجود ندارد. سیلوستر استالونه در طول 5 دهه فعالیتش تو سینما تو فیلم‌های زیادی بازی کرد. در ادامه لیستی از معروف‌ترین فیلم‌هاشو براتون آوردم. فیلم فرست بلاد یا اولین خون، فیلم مبارزه رمبو تو افغانستان، فیلم لاست بلاد، آخرین فیلم رمبو با تم انتقام، فیلم بی مصرف‌های 1 در سال 2010، فیلم بی مصرف‌های 2 در سال 2012، فیلم بی مصرف‌های 3 در سال 2014، فیلم بی مصرف‌های 4 در سال 2023، فیلم نقشه فرار 1 در سال 2013، فیلم نقشه فرار 2 در سال 2018، فیلم نقشه فرار 3 در سال 2019 و حضور کوتاه استالونه در فیلم نگهبانان و کهکشان. همچنین استالونه توی سریال تلویزیونی نقش گانگستر ایتالیایی را بازی میکنه که بعد از آزادی از زندان امپراتور خودش رو میسازه. استالونه تو فیلم‌های زیادی بازی کرده و ما اینجا معروف‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌هاش رو گفتیم. نظر شما درباره این بازیگر چیه؟ کدوم فیلمش رو بیشتر دوست دارید؟ تو کامنت‌ها برامون بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک و با دوستاتون به اشتراک بذارید. در آخر هم میخوام کانال رو هم سابسکرایب کنید و از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.